سلام دوستان عزیزم، به اولین چنل یوتیوب من خوش اومدین. میخوایم با هم کلی چله بذاریم، نماز حاجات بخونیم، ذکر بگیم. اونایی که بچه ندارن یه ذکر قوی بگم که بچه دار بشن، اونایی که مستاجرن، اونایی که خونه ندارن، اونایی که بیکارن، زن شوهرایی که با هم اختلاف دارن. این همه رو من به شما میگم یاد بگیرین، انشاءالله که با هم شروع میکنیم. الان میخوام براتون بگم که اگر تو خونتون طلسم کردن، جادوتون کردن، هایی که توشون خیلی دعوا سر صدای اختلاف دارن، میخوام چند تا سوره از قرآن رو بگم، انشاءالله بخونین، هرچی اختلاف همه از بین میره، به خصوص واسه زن شوهرها. اول سوره الرحمن رو بخونین، بعد 100 مرتبه صلوات بفرستین. اول سوره الرحمن آیه 33 تا 35 رو بخونین، بعد 100 مرتبه صلوات بفرستین، 100 مرتبه بگین استغفرالله ربی اتوب الی. اگه میخواین تو خونتون محبت باشه، آشتی باشه، میخوای فضای خونتو پاکسازی کنی، حتما صبح که از خواب بیدار میشی آیات الکرسی بخون. میخوای از خونه بیرون بری، آیات الکرسی بخون. میخوای بری خرید، بچه هاتو ببری بیرون، مدرسه، هر جا میخوای ببری، آیات الکرسی رو حتما بخون. آیات الکرسی هم کاری نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو حی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات و الارض لا یوده حفظهما و علی العظیم. تا همینجا بخونین کافیه، انشاءالله که یک فرج بزرگی براتون بشه. دوستان عزیزم با من همراه باشین. آمنه گیلکی.